در دل شهر قم، جایی که علم و دین در هم تنیده اند، پسری به نام حسین در حوزه علمیه مشغول به تحصیل بود. حسین با چشمان تیره و موهای مشکی، جوانی باهوش و با اراده بود. او از کودکی به تحصیل علوم دینی علاقه‌مند بود و خانواده‌اش نیز از او انتظار داشتند که روزی به مقام رفیع روحانیت برسد. حسین در درس‌هایش بسیار کوشا بود و همواره در تلاش بود تا به بهترین شکل ممکن از آموزه‌های دینی بهره برداری کند. در همین حین دختری به نام سارا به قم آمده بود. سارا با چشمان آبی و موهای بلند، دختری آزاد اندیش و بیدین بود. او به دنبال تحصیل در رشته هنر به قم آمده بود و به شدت تحت تأثیر فرهنگ و هنر غرب قرار داشت. سارا و حسین در یک کافه کوچک در قم به طور تصادفی با هم آشنا شدند. حسین در آنجا مشغول مطالعه بود و سارا به دنبال فضایی آرام برای نقاشی. حسین با دیدن سارا به شدت تحت تأثیر زیبایی و روح آزاد او قرار گرفت. سارا نیز از نگاه‌های عمیق حسین و جدیت او در مطالعه شگفت زده شد. این آشنایی به زودی به گفتگوهای طولانی و عمیق تبدیل شد. آنها درباره زندگی، هنر، دین و فلسفه صحبت می‌کردند و هر کدام از دیگری چیزهای جدیدی می‌آموختند. با گذشت زمان، عشق حسین و سارا به یکدیگر عمیق‌تر شد، اما این عشق با موانع زیادی روبرو بود. خانواده حسین به شدت مذهبی بودند و هرگز نمی توانستند دختر بیدینی مانند سارا را بپذیرند. از سوی دیگر، سارا نیز به دلیل پیشینه فرهنگیش نمی توانست به راحتی با خانواده حسین ارتباط برقرار کند. حسین در دلش می‌دانست که باید با خانواده‌اش صحبت کند، اما ترس از واکنش آنها او را به تردید انداخته بود. او می‌دانست که اگر بخواهد با سارا باشد، باید به آنها توضیح دهد که عشقش به سارا هیچ گونه تضادی با اعتقاداتش ندارد. یک روز حسین تصمیم می‌گیرد که به خانه برود و با خانواده‌اش صحبت کند. او با قلبی پر از اضطراب و امید به خانه می‌رود. مادرش، زنی مهربان و مذهبی، در آستانه در ایستاده بود. حسین با صدای لرزان می‌گوید: مادر، من عاشق دختری به نام سارا شده‌ام. مادرش با تعجب و نگرانی به او نگاه می‌کند و می‌پرسد: سارا؟ او چه دینی دارد؟ حسین با صداقت پاسخ می‌دهد: او بیدین است، اما او انسانی خوب و باهوش است. او به من یاد داده که عشق و انسانیت فراتر از دین است. مادرش با ناراحتی میگوید: حسین، ما برای تو آرزوهای بزرگی داریم. تو باید به مقام روحانیت برسی و این عشق نمیتواند به تو کمک کند.
حسین با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش تصمیم می‌گیرد که برای عشقش بجنگد. او به سارا می‌گوید که باید با هم تلاش کنند تا موانع را از سر راه بردارند. سارا نیز با اشتیاق به او می‌گوید من آماده‌ام. ما می‌توانیم با هم به خانواده‌هایمان نشان دهیم که عشق ما واقعی است. آنها تصمیم می‌گیرند که به دیدار خانواده‌های یکدیگر بروند. حسین به سارا می‌گوید من می‌دانم که خانواده‌ام به سختی می‌پذیرند، اما باید تلاش کنیم. سارا نیز با اعتماد به نفس می‌گوید من هم همینطور. من می‌خواهم به آنها نشان دهم که من هم می‌توانم بخشی از زندگی شما باشم. حسین و سارا به خانه حسین می‌روند. خانواده‌اش در ابتدا با تعجب و نگرانی به سارا نگاه می‌کنند. مادر سارا با صدای بلند می‌گوید ما نمی‌توانیم این را بپذیریم. سارا، تو بیدین هستی و ما نمی‌توانیم فرزندمان را با کسی که اعتقادات ما را نمی‌فهمد ببینیم. سارا با آرامش و اعتماد به نفس پاسخ می‌دهد من به دین شما احترام می‌گذارم و هرگز قصد ندارم اعتقادات شما را زیر سوال ببرم. من فقط می‌خواهم با حسین باشم و او را درک کنم. عشق ما فراتر از دین و فرهنگ است. حسین با صدای لرزان می‌گوید مادر، من عاشق سارا هستم. او به من یاد داده که عشق و انسانیت مهمتر از هر چیز دیگری است. من نمیخواهم بین عشق و خانواده‌ام یکی را انتخاب کنم. میخواهم هر دو را داشته باشم. پدر حسین مردی با وقار و جدی به آرامی وارد بحث می شود. حسین، ما تو را بزرگ کرده ایم تا به مقام روحانیت برسی. تو باید به یاد داشته باشی که انتخاب‌های تو نه تنها بر زندگی خودت بلکه بر زندگی خانواده‌ات نیز تأثیر می‌گذارد. سارا با صداقت می‌گوید من نمی‌خواهم زندگی حسین را تحت تأثیر قرار دهم. من فقط می‌خواهم او را بشناسم و در کنار او باشم. اگر شما اجازه دهید می‌خواهم به شما نشان دهم که عشق ما می‌تواند به همگان الهام ببخشد. حسین و سارا با هم به خانه سارا می‌روند. خانواده سارا نیز به شدت نگران هستند. پدر سارا مردی با تفکر آزاد به او می‌گوید سارا، تو باید به یاد داشته باشی که عشق و دین دو چیز متفاوت هستند. اما آیا می توانی با کسی که اعتقاداتش با تو متفاوت است زندگی کنی؟ سارا با صداقت پاسخ می دهد من به حسین عشق دارم و می خواهم با او باشم. من می دانم که این مسیر دشواری خواهد بود، اما عشق واقعی می تواند بر هر مانعی غلبه کند. با گذشت زمان حسین و سارا با چالش‌های جدیدی روبرو می شوند. خانواده‌هایشان به شدت نگران آینده آنها هستند و سعی می کنند آنها را از یکدیگر دور کنند. حسین در این میان دچار تردید می شود. او نمی داند که آیا باید به عشقش ادامه دهد یا به خواسته های خانواده‌اش احترام بگذارد. یک روز حسین به سارا می گوید من نمی توانم این وضعیت را ادامه دهم.
من نمیخواهم تو را در خطر بیندازم و نمیخواهم خانواده‌ام را نیز ناراحت کنم. شاید بهتر باشد که از هم جدا شویم. سارا با چشمانی پر از اشک پاسخ می‌دهد: حسین، عشق ما واقعی است. ما نمی‌توانیم به راحتی از هم جدا شویم. باید برای عشقمان بجنگیم. حسین با دلشکستگی میگوید: من نمیدانم چگونه میتوانم این دو دنیا را با هم ترکیب کنم. من نمیخواهم تو را از دست بدهم، اما نمیتوانم خانواده‌ام را نیز نادیده بگیرم. سارا با صداقت میگوید: ما باید به خانواده‌هایمان نشان دهیم که عشق ما میتواند به آنها نیز کمک کند. ما باید با هم به آنها ثابت کنیم که عشق فراتر از دین و فرهنگ است. حسین و سارا تصمیم میگیرند که دوباره به خانه حسین بروند و با خانواده‌اش صحبت کنند. این بار آنها میخواهند با دلایل قوی‌تری به خانواده‌ها نشان دهند که عشقشان واقعی است و میتواند به زندگی آنها نیز معنا ببخشد. در این دیدار حسین با صدای محکمتری میگوید: ما میخواهیم به شما نشان دهیم که عشق ما میتواند به همگان الهام ببخشد. ما میخواهیم با هم زندگی کنیم و به یکدیگر کمک کنیم تا به بهترین نسخه خود تبدیل شویم. سارا نیز با صداقت میگوید: من به دین شما احترام میگذارم و هرگز قصد ندارم اعتقادات شما را زیر سوال ببرم. من فقط میخواهم با حسین باشم و در کنار او زندگی کنم. اگر شما اجازه دهید میخواهم به شما نشان دهم که عشق ما میتواند به همگان الهام ببخشد. مادر حسین با چشمانی پر از اشک به سارا نگاه میکند و میگوید: سارا، ما نگران آینده حسین هستیم. ما نمیخواهیم او را در مسیری قرار دهیم که به او آسیب بزند. پدر حسین با تفکر به آنها نگاه میکند و میگوید: ما باید به این فکر کنیم که آیا این عشق میتواند به حسین کمک کند یا او را از مسیرش دور کند. اما اگر شما هر دو به این نتیجه برسید که می توانید با هم زندگی کنید و به یکدیگر احترام بگذارید، شاید بتوانیم به این موضوع فکر کنیم. حسین و سارا با امید به یکدیگر نگاه می کنند. آنها می دانند که این یک فرصت بزرگ است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنند. حسین به سارا می گوید: ما باید به خانواده‌هایمان نشان دهیم که عشق ما می تواند به آنها نیز کمک کند. ما باید با هم به آنها ثابت کنیم که عشق فراتر از دین و فرهنگ است. حسین و سارا تصمیم می‌گیرند که برای اثبات عشقشان به یکدیگر یک آزمون نهایی را پشت سر بگذارند. آنها تصمیم می‌گیرند که در یک مراسم مذهبی بزرگ در قم شرکت کنند و در آنجا به خانواده‌هایشان نشان دهند که عشقشان می‌تواند در کنار دین و فرهنگ وجود داشته باشد. حسین با لباس روحانیت و سارا با لباس سنتی ایرانی در این مراسم شرکت می‌کنند.
در طول مراسم حسین با صدای بلند درباره عشق و انسانیت صحبت می کند و سارا نیز با نقاشی‌هایش احساساتش را به تصویر می کشد. آنها به خانواده‌هایشان نشان می دهند که عشق می تواند فراتر از هر مرز و محدودیتی باشد. در این مراسم حسین به عنوان یک روحانی جوان سخنرانی می کند و به اهمیت عشق و انسانیت در دین اشاره می کند. او می گوید عشق بزرگترین هدیه‌ای است که خداوند به ما داده است. ما باید یاد بگیریم که عشق را در زندگیمان بپذیریم و آن را در کنار اعتقاداتمان تجربه کنیم. سارا نیز با نقاشی‌هایش به تصویر می‌کشد که چگونه عشق می‌تواند به زندگی انسان‌ها رنگ و بوی جدیدی ببخشد. او با استفاده از رنگ‌های زنده و طرح‌های زیبا احساساتش را به تصویر می‌کشد و به حاضران نشان می‌دهد که عشق می‌تواند زندگی را زیباتر کند. پس از پایان مراسم خانواده‌های حسین و سارا به تدریج به این نتیجه رسیدند که عشق آنها واقعی است و می‌تواند به زندگیشان معنا ببخشد. آنها تصمیم می‌گیرند که به این عشق احترام بگذارند و به حسین و سارا اجازه دهند که با هم زندگی کنند. حسین و سارا با خوشحالی به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌دانند که با هم می‌توانند بر هر چالشی غلبه کنند. آنها تصمیم می‌گیرند که با هم زندگی جدیدی را آغاز کنند و به یکدیگر کمک کنند تا به بهترین نسخه خود تبدیل شوند. حسین به سارا می‌گوید من می‌دانم که این مسیر دشواری خواهد بود، اما من به عشقمان ایمان دارم. ما می‌توانیم با هم بر هر مانعی غلبه کنیم. سارا با لبخند پاسخ می‌دهد من هم همینطور. ما باید به یکدیگر کمک کنیم و به خانواده‌هایمان نشان دهیم که عشق می‌تواند به زندگی همه انسان‌ها معنا ببخشد. با آغاز زندگی جدیدشان حسین و سارا با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شوند. آنها باید یاد بگیرند که چگونه می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و به یکدیگر احترام بگذارند. حسین به عنوان یک روحانی جوان باید به وظایفش در حوزه علمیه ادامه دهد و سارا نیز باید به تحصیلاتش در رشته هنر ادامه دهد. سارا به تدریج به حسین کمک می کند تا با دنیای هنر آشنا شود و حسین نیز به سارا کمک می کند تا با مفاهیم دینی و فلسفی آشنا شود. آنها هر دو در تلاش هستند تا به یکدیگر نزدیکتر شوند و از تجربیات یکدیگر بهره برداری کنند. یک روز سارا تصمیم می‌گیرد که یک نمایشگاه هنری برگزار کند و از حسین می‌خواهد که در این نمایشگاه شرکت کند. او می‌گوید حسین، من می‌خواهم به مردم نشان دهم که هنر و دین می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. تو می‌توانی در این نمایشگاه سخنرانی کنی و درباره عشق و انسانیت صحبت کنی.
حسین با تردید پاسخ می‌دهد: من نمی‌دانم آیا خانواده‌ام این را می‌پذیرند یا نه. آنها هنوز هم نگران هستند که من از مسیرم دور شوم. سارا با اطمینان میگوید: ما باید به آنها نشان دهیم که عشق ما میتواند به زندگی همه انسانها معنا ببخشد. اگر ما با هم باشیم میتوانیم بر هر مانعی غلبه کنیم. روز نمایشگاه فرا می رسد و سارا با شور و شوق آماده می شود. او آثار هنریش را به نمایش می گذارد و حسین نیز به عنوان سخنران در این نمایشگاه حضور دارد. خانواده های آنها نیز به این مراسم دعوت شده اند. حسین با لباس روحانیت و سارا با لباسی زیبا و رنگارنگ در کنار هم ایستاده اند. سارا با افتخار به آثارش اشاره می کند و می گوید: این آثار نشان دهنده عشق و انسانیت هستند. من می خواهم به همه نشان دهم که هنر می تواند پلی باشد برای ارتباط با دیگران. حسین در سخنرانیش می گوید: عشق بزرگترین هدیه‌ای است که خداوند به ما داده است. ما باید یاد بگیریم که عشق را در زندگیمان بپذیریم و آن را در کنار اعتقاداتمان تجربه کنیم. هنر و دین می توانند در کنار هم وجود داشته باشند و به ما کمک کنند تا به یکدیگر نزدیکتر شویم. خانواده های حسین و سارا با دقت به سخنان آنها گوش می دهند. مادر حسین با چشمانی پر از اشک به سارا نگاه می کند و می بیند که او چقدر به حسین عشق می ورزد. پدر سارا نیز با افتخار به دخترش نگاه می کند و می داند که او در حال انجام کاری بزرگ است. پس از پایان نمایشگاه خانواده ها به تدریج به این نتیجه می رسند که عشق حسین و سارا واقعی است و می تواند به زندگی آنها معنا ببخشد. آنها تصمیم می گیرند که به این عشق احترام بگذارند و به حسین و سارا اجازه دهند که با هم زندگی کنند. مادر حسین به سارا می گوید: من از تو سپاسگزارم که حسین را به دنیای هنر معرفی کردی. من می دانم که عشق شما می تواند به زندگیتان معنا ببخشد. پدر سارا نیز به حسین می گوید: من از تو می خواهم که به دخترم احترام بگذاری و او را در مسیرش حمایت کنی. من می دانم که شما می توانید با هم بر هر چالشی غلبه کنید. حسین و سارا با خوشحالی به یکدیگر نگاه می کنند و می دانند که با هم می توانند بر هر چالشی غلبه کنند. آنها تصمیم می گیرند که با هم زندگی جدیدی را آغاز کنند و به یکدیگر کمک کنند تا به بهترین نسخه خود تبدیل شوند. حسین و سارا با عشق و احترام به یکدیگر زندگی جدیدی را آغاز می کنند. آنها به خانواده هایشان نشان می دهند که عشق می تواند فراتر از هر مرز و محدودیتی باشد و می تواند به زندگی همه انسانها معنا ببخشد. حسین به عنوان یک روحانی جوان
به تدریج در حوزه علمیه به مقام‌های بالاتری دست می‌یابد و سارا نیز به عنوان یک هنرمند شناخته می‌شود. آنها با هم به برگزاری کارگاه‌های هنری و مذهبی می‌پردازند و به دیگران یاد می‌دهند که چگونه می‌توانند عشق و انسانیت را در زندگیشان تجربه کنند. با گذشت زمان، حسین و سارا به عنوان یک زوج موفق در جامعه شناخته می‌شوند. اما زندگی مشترک آنها بدون چالش نیست. حسین به عنوان یک روحانی جوان تحت فشارهای زیادی از سوی همکاران و خانواده‌اش قرار دارد. برخی از روحانیون به او میگویند که باید بیشتر بر روی مسائل دینی تمرکز کند و از دنیای هنر فاصله بگیرد. آنها نگران هستند که حسین با سارا که به عنوان یک هنرمند شناخته می شود از مسیرش دور شود. سارا نیز با چالش‌های خود روبروست. او در دنیای هنر با انتقادات و قضاوت‌های زیادی مواجه می شود. برخی از هنرمندان به او میگویند که او باید از دین فاصله بگیرد تا بتواند در دنیای هنر موفق شود. سارا در این میان دچار تردید می شود و نمی داند که آیا باید به انتقادات گوش دهد یا به عشق و اعتقاداتش پایبند بماند. یک روز سارا به حسین می گوید من احساس می کنم که تحت فشار هستم. برخی از هنرمندان به من می گویند که باید از دین فاصله بگیرم تا بتوانم موفق شوم. اما من نمی خواهم از اعتقاداتم دور شوم. حسین با نگرانی به او نگاه می کند و می گوید سارا، تو باید به خودت و به عشقمان ایمان داشته باشی. ما می توانیم با هم بر این چالش ها غلبه کنیم. عشق ما می تواند به ما کمک کند تا به یکدیگر نزدیکتر شویم. حسین و سارا تصمیم می گیرند که در این شرایط سخت به یکدیگر حمایت کنند. آنها با هم به برگزاری کارگاه‌های هنری و مذهبی می‌پردازند و به دیگران یاد می‌دهند که چگونه می‌توانند عشق و انسانیت را در زندگیشان تجربه کنند. این کارگاه‌ها به آنها کمک می‌کند تا به یکدیگر نزدیکتر شوند و از تجربیات یکدیگر بهره برداری کنند. در یکی از کارگاه‌ها حسین درباره اهمیت عشق و انسانیت در دین صحبت می‌کند و سارا نیز با نقاشی‌هایش احساساتش را به تصویر می‌کشد. آنها به شرکت کنندگان نشان می‌دهند که چگونه می‌توانند از هنر برای بیان احساسات و اعتقاداتشان استفاده کنند. حسین به سارا می‌گوید ما باید به دیگران نشان دهیم که عشق و دین می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. ما می توانیم به همگان الهام ببخشیم. سارا با لبخند پاسخ می دهد من هم همینطور. ما باید به یکدیگر کمک کنیم و به خانواده هایمان نشان دهیم که عشق می تواند به زندگی همه انسان ها معنا ببخشد. با گذشت زمان
خانواده ها و جامعه به تدریج به عشق حسین و سارا احترام می‌گذارند. آنها متوجه می‌شوند که عشق این دو جوان می‌تواند به زندگی همه انسان‌ها معنا ببخشد و می‌تواند به آنها کمک کند تا به یکدیگر نزدیکتر شوند. حسین و سارا به عنوان یک زوج موفق به برگزاری کارگاه‌های هنری و مذهبی ادامه می‌دهند و به دیگران یاد می‌دهند که چگونه می‌توانند عشق و انسانیت را در زندگیشان تجربه کنند. آنها به تدریج به عنوان الگوهایی برای جوانان دیگر شناخته می‌شوند. حسین و سارا با عشق و احترام به یکدیگر زندگی جدیدی را آغاز می‌کنند. آنها به خانواده‌هایشان نشان می‌دهند که عشق می‌تواند فراتر از هر مرز و محدودیتی باشد و می‌تواند به زندگی همه انسان‌ها معنا ببخشد. حسین به عنوان یک روحانی جوان به تدریج در حوزه علمیه به مقام‌های بالاتری دست می‌یابد و سارا نیز به عنوان یک هنرمند شناخته می‌شود. آنها با هم به برگزاری کارگاه‌های هنری و مذهبی می‌پردازند و به دیگران یاد می‌دهند که چگونه می‌توانند عشق و انسانیت را در زندگیشان تجربه کنند. در نهایت حسین و سارا با عشق و احترام به یکدیگر زندگی جدیدی را آغاز می-کنند و به یکدیگر کمک می-کنند تا به بهترین نسخه خود تبدیل شوند. آنها می‌دانند که با هم می‌توانند بر هر چالشی غلبه کنند و عشقشان می‌تواند به زندگی دیگران نیز معنا ببخشد. آنها به تدریج به عنوان الگوهایی برای جوانان دیگر شناخته می‌شوند و بسیاری از جوانان به آنها مراجعه می‌کنند تا از تجربیاتشان بهره‌مند شوند. حسین و سارا تصمیم می‌گیرند که یک مرکز فرهنگی و هنری تأسیس کنند که در آنجا بتوانند به جوانان آموزش دهند و به آنها کمک کنند تا در کنار اعتقادات دینی به هنر و خلاقیت خود نیز بپردازند. این مرکز به محلی تبدیل می شود که در آن جوانان می توانند آزادانه به بیان احساسات و افکار خود بپردازند و از تجربیات یکدیگر بهره برداری کنند. با تأسیس این مرکز حسین و سارا با چالش‌های جدیدی روبرو می شوند. برخی از روحانیون و افراد مذهبی به این مرکز انتقاد می کنند و می گویند که این کار می تواند به دور شدن جوانان از دین منجر شود. آنها نگران هستند که حسین و سارا با این کار اصول دینی را زیر سوال ببرند. حسین و سارا با این انتقادات مواجه می شوند و تصمیم می گیرند که به جای عقب نشینی با دلایل منطقی و مستند به دفاع از کارشان بپردازند. آنها می دانند که عشق و انسانیت می تواند به جوانان کمک کند تا به یکدیگر نزدیکتر شوند و از دین به عنوان یک منبع الهام برای زندگی بهتر استفاده کنند. حسین در یکی از جلسات عمومی میگوید: ما نمیخواهیم دین را زیر سوال ببریم، بلکه
می‌خواهیم به جوانان نشان دهیم که دین می‌تواند به آنها کمک کند تا به بهترین نسخه خود تبدیل شوند. ما می‌خواهیم عشق و انسانیت را در کنار اعتقادات دینی تجربه کنیم. با گذشت زمان حسین و سارا موفق می‌شوند تا انتقادات را به چالش بکشند و به تدریج جامعه به کار آنها احترام بگذارد. جوانان بیشتری به مرکز فرهنگی و هنری آنها می آیند و از برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های هنری بهره‌مند می شوند. حسین و سارا با برگزاری نمایشگاه‌های هنری و جلسات مذهبی مشترک به جوانان نشان می‌دهند که چگونه می‌توانند از هنر برای بیان احساسات و اعتقاداتشان استفاده کنند. آنها به تدریج به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید در جامعه شناخته می‌شوند که در آن عشق و دین در کنار هم وجود دارد. پس از موفقیت‌های متعدد، حسین و سارا تصمیم می‌گیرند که یک جشنواره بزرگ به نام جشنواره عشق برگزار کنند. این جشنواره به منظور ترویج عشق، انسانیت و همبستگی در جامعه طراحی شده است. آنها از هنرمندان، روحانیون و جوانان دعوت می‌کنند تا در این جشنواره شرکت کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. جشنواره عشق به یک رویداد بزرگ تبدیل می‌شود که در آن نمایشگاه‌های هنری، سخنرانی‌ها، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌شود. حسین و سارا با شور و شوق به آماده سازی این جشنواره می‌پردازند و می‌دانند که این فرصت مناسبی است تا عشق و انسانیت را در جامعه ترویج دهند. در روز جشنواره فضای شهر قم پر از شادی و رنگارنگی می شود. جوانان و خانواده ها از نقاط مختلف به این جشنواره می آیند. حسین و سارا با لبخند به مهمانان خوش آمد می گویند و از آنها دعوت می کنند تا در برنامه ها شرکت کنند. حسین در سخنرانی افتتاحیه میگوید: ما اینجا جمع شده ایم تا عشق را جشن بگیریم. عشق نه تنها بین دو نفر بلکه بین همه انسانها وجود دارد. ما باید یاد بگیریم که به یکدیگر احترام بگذاریم و از عشق به عنوان نیرویی برای تغییر استفاده کنیم. سارا نیز با شور و شوق به مهمانان میگوید: هنر میتواند پلی باشد برای ارتباط با یکدیگر. ما میخواهیم به شما نشان دهیم که چگونه میتوانیم از هنر برای بیان احساسات و اعتقاداتمان استفاده کنیم. بیایید با هم عشق را جشن بگیریم. جشنواره عشق به یک موفقیت بزرگ تبدیل می شود. شرکت کنندگان با شور و شوق در برنامه‌ها شرکت می‌کنند و از تجربیات یکدیگر بهره برداری می‌کنند. نمایشگاه‌های هنری پر از آثار زیبا و خلاقانه است و جوانان با اشتیاق به بیان احساسات و افکار خود می‌پردازند.
حسین و سارا با دیدن تأثیر مثبت جشنواره بر روی جوانان و خانواده‌ها احساس رضایت و خوشحالی می‌کنند. آنها می‌دانند که با این کار عشق و انسانیت را در جامعه ترویج داده‌اند و به جوانان نشان داده‌اند که می‌توانند در کنار اعتقادات دینی به هنر و خلاقیت خود نیز بپردازند. پس از موفقیت جشنواره، حسین و سارا تصمیم می‌گیرند که این رویداد را به یک سنت تبدیل کنند و هر ساله جشنواره عشق را برگزار کنند. آنها می‌دانند که این جشنواره می‌تواند به جوانان کمک کند تا به یکدیگر نزدیکتر شوند و از عشق و انسانیت به عنوان نیرویی برای تغییر استفاده کنند. حسین به سارا میگوید ما باید به این کار ادامه دهیم. عشق و انسانیت میتوانند به زندگی همه انسانها معنا ببخشند و ما باید به جوانان نشان دهیم که میتوانند با هم زندگی کنند و از یکدیگر بیاموزند. سارا با لبخند پاسخ داد من هم همینطور. ما باید به یکدیگر کمک کنیم و به خانواده‌هایمان نشان دهیم که عشق میتواند به زندگی همه انسانها معنا ببخشد. با گذشت زمان پیوند حسین و سارا به شدت عمیق‌تر می شود. آنها نه تنها به عنوان یک زوج بلکه به عنوان همکاران و دوستان نزدیک نیز به یکدیگر نزدیکتر می شوند. آنها در کنار هم به رشد و پیشرفت می‌پردازند و از تجربیات یکدیگر بهره برداری می‌کنند. حسین به تدریج در حوزه علمیه به مقام‌های بالاتری دست می‌یابد و سارا نیز به عنوان یک هنرمند شناخته می‌شود. آنها با هم به برگزاری کارگاه‌های هنری و مذهبی ادامه می‌دهند و به دیگران یاد می‌دهند که چگونه می‌توانند عشق و انسانیت را در زندگیشان تجربه کنند. اما زندگی حسین و سارا بدون چالش نیست. با افزایش شهرت آنها برخی از افراد در جامعه به انتقاد از آنها می‌پردازند و می‌گویند که حسین باید بیشتر بر روی مسائل دینی تمرکز کند و از دنیای هنر فاصله بگیرد. این انتقادات به تدریج به فشارهای بیشتری تبدیل می شود و حسین و سارا باید با این چالش‌ها روبرو شوند. حسین در یک شب بارانی به سارا می گوید من احساس می کنم که تحت فشار هستم. برخی از روحانیون به من می گویند که باید از سارا فاصله بگیرم و بیشتر بر روی مسائل دینی تمرکز کنم. آنها نگران هستند که من از مسیرم دور شوم. سارا با نگرانی به او نگاه می کند و می گوید حسین تو باید به خودت و به عشقمان ایمان داشته باشی. ما باید به آنها نشان دهیم که عشق و دین می توانند در کنار هم وجود داشته باشند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که انتقادات ما را از هم دور کند. حسین با تردید می گوید اما این فشارها می تواند بر روی آینده‌ام تأثیر بگذارد.
من نمیخواهم به خاطر عشقمان از خانواده‌ام و جامعه‌ام دور شوم. سارا با صداقت میگوید ما باید با هم بر این چالش‌ها غلبه کنیم. اگر ما به یکدیگر ایمان داشته باشیم می توانیم بر هر مانعی فائق آییم. حسین و سارا تصمیم می گیرند که به جای عقب نشینی با دلایل منطقی و مستند به دفاع از کارشان بپردازند. آنها می دانند که عشق و انسانیت می تواند به جوانان کمک کند تا به یکدیگر نزدیکتر شوند و از دین به عنوان یک منبع الهام برای زندگی بهتر استفاده کنند. حسین در یکی از جلسات عمومی می گوید ما نمی خواهیم دین را زیر سوال ببریم، بلکه می خواهیم به جوانان نشان دهیم که دین می تواند به آنها کمک کند تا به بهترین نسخه خود تبدیل شوند. ما می خواهیم عشق و انسانیت را در کنار اعتقادات دینی تجربه کنیم. سارا نیز در این جلسه میگوید هنر میتواند پلی باشد برای ارتباط با یکدیگر. ما میخواهیم به شما نشان دهیم که چگونه میتوانیم از هنر برای بیان احساسات و اعتقاداتمان استفاده کنیم. بیایید با هم عشق را جشن بگیریم. با گذشت زمان حسین و سارا موفق می شوند تا انتقادات را به چالش بکشند و به تدریج جامعه به کار آنها احترام می گذارد. جوانان بیشتری به مرکز فرهنگی و هنری آنها می آیند و از برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های هنری بهره مند می شوند. حسین و سارا با برگزاری نمایشگاه‌های هنری و جلسات مذهبی مشترک به جوانان نشان می‌دهند که چگونه می‌توانند از هنر برای بیان احساسات و اعتقاداتشان استفاده کنند. آنها به تدریج به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید در جامعه شناخته می‌شوند که در آن عشق و دین در کنار هم وجود دارند. پس از موفقیت‌های متعدد، حسین و سارا تصمیم می‌گیرند که جشنواره عشق را دوباره برگزار کنند. این بار آنها می‌خواهند جشنواره را بزرگتر و با برنامه‌های متنوع‌تری برگزار کنند. آنها از هنرمندان، روحانیون و جوانان دعوت می‌کنند تا در این جشنواره شرکت کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. در روز جشنواره فضای شهر قم پر از شادی و رنگارنگی می شود. جوانان و خانواده‌ها از نقاط مختلف به این جشنواره می آیند. حسین و سارا با لبخند به مهمانان خوش آمد می گویند و از آنها دعوت می کنند تا در این برنامه‌ها شرکت کنند. حسین در سخنرانی افتتاحیه می گوید ما اینجا جمع شده ایم تا عشق را جشن بگیریم. عشق نه تنها بین دو نفر بلکه بین همه انسان‌ها وجود دارد. ما باید یاد بگیریم که به یکدیگر احترام بگذاریم و از عشق به عنوان نیرویی برای تغییر استفاده کنیم. سارا نیز با شور و شوق به مهمانان میگوید
هنر می‌تواند پلی باشد برای ارتباط با یکدیگر. ما می‌خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانیم از هنر برای بیان احساسات و اعتقاداتمان استفاده کنیم. بیایید با هم عشق را جشن بگیریم. جشنواره عشق به یک موفقیت بزرگ تبدیل می شود. شرکت کنندگان با شور و شوق در برنامه‌ها شرکت می کنند و از تجربیات یکدیگر بهره برداری می کنند. نمایشگاه‌های هنری پر از آثار زیبا و خلاقانه است و جوانان با اشتیاق به بیان احساسات و افکار خود می‌پردازند. حسین و سارا با دیدن تأثیر مثبت جشنواره بر روی جوانان و خانواده‌ها احساس رضایت و خوشحالی می‌کنند. آنها می‌دانند که با این کار عشق و انسانیت را در جامعه ترویج داده‌اند و به جوانان نشان داده‌اند که می‌توانند در کنار اعتقادات دینی به هنر و خلاقیت خود نیز بپردازند. در یکی از کارگاه‌ها سارا به جوانان می‌آموزد که چگونه می‌توانند از هنر برای بیان احساسات خود استفاده کنند. او به آنها می‌گوید هنر می‌تواند به شما کمک کند تا احساساتتان را بهتر درک کنید و آنها را به دیگران منتقل کنید. بیایید با هم به خلق آثار هنری بپردازیم که نشان دهنده عشق و انسانیت باشد. حسین نیز در سخنرانی‌هایش به جوانان یادآوری می‌کند که دین و عشق می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند. او می‌گوید عشق بزرگترین هدیه‌ای است که خداوند به ما داده است. ما باید یاد بگیریم که عشق را در زندگیمان بپذیریم و آن را در کنار اعتقاداتمان تجربه کنیم.